در آن دوران تخلفات مربوط به اراضی کشاورزی بسیار اندک بود. برای مثال تو زمین کشاورزی واترپولو بازی میکنن، اما در این زمین کشاورزی زیبا زمین لچرم میخوره. اما به نظر میآید در این زمین بله زحمت کشانی مشغول کشاورزی هست نیستن که. ای بابا اینا با زمین کشاورزی چیکار و اینجا بیا آمدی بگو ما با اینا چیکار کنیم؟ بدانید آگاه باشید که با سامانه 131 میتوانید تخلفات و ساخت و سازهای غیر مجاز زمینهای زراعی و باغها را گزارشید و سهمی در حفظ این اراضی داشته باشید. شما هم اگر چنین تخلفاتی دیدید به این سامانه گزارش بدیم، همه حافظ زمینهای کشاورزیمون باشیم. بابا گزارش مدهید داریم چشا میورزیم. آفرین، صد آفرین بر شمایان. حال چه میورزید؟ بذر یک 6 طبقه کاشته ایم، منتظریم در بیاید. خب حال آزمایش را شروع نمایید. معمولا دلپیچه داریم، براییم دستشویی.